نام من طیبه است. میخوایم یک ترانه بخوانم. بسم الله الرحمن الرحیم. پدر شیرینم پدرم ای پدر شیرینم، سوی تو شام سحر میبینم. قصه گفتی زیگل و باغ و بهار، قصه از جوی روان جوی کنم. حرفش فتو به من پند شد، طالبم باز به لبخند شد. آرام زندگیم از تو بود، بخت پایندگیم از تو بود. دوست میدارمت ای سایه عمر، دوست میدارمت ای مایه عمر. به نام یاد خدا فاطمه رحیمی هستم، یکی از شرکت کنندگان نمایشگاه خدمات برتر ملی. این اثرهای هنری کلش کار دست خودم است، به نام شبکه کاری یا برجسته کاری یاد میشه که 2.5 سال از خودم کار میکنم در یکی از نهادها در شهر کابل. بله، از روز اولم خرید داشتیم. بیشتر تابلوی خلال دندان ما رو می‌خریدن که یک طرح جدید از خودم است. دیگه فروش زیاد داشتیم. یکم شعر مولانا صاحب که میگه خیال تو مرا به خیال عالمم کرد. برگزار کردن یه تو نمایشگاه در این شرایط که ما دخترها فقط همین کار هنری خدا رو میتونیم به مردم بروز بدیم، به نظر من بسیار عالی است. برای ما بهتره که مثلا جایی را که کرایه میگیریم در نرخش پایین ده، چون افرادی که مثل ما از جیب خود کار میکنه از عهده تو چیزا برآمده نمیداره. بازم نسبتا خدا رو شکر پیش رفتیم. من خودم در خانه با فامیل خود کار میکنم، پدر مادرم همراه من کاری میکنم. فروش شکر الحمدلله از روز اول داشتیم تا حالی هم داریم. نه خیر، من خودم در خانه کار میکنم، در نمایشگاه ها شرکت میکنم، از شماره نمبر واتساپ خدا نمیتونم. باز مردم بعضی وقت فرمایش میتن، بعضی وقت هم میخن. اگر نمایشگاه نباشه فعلا در اینستاگرام اینا استوری میکنم. بازم در این نمایشگاه من خیلی معروف شدیم، مخصوصا با تابلوی خلال دندان. بیشترین تلویزیون ها مثلا میگه بیا، دیگه در اینستاگرام، فیسبوک، اینجا کلا عکس‌های تابلوهای پخش شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. رمضان علی شفایی هستم، یکی از کسایی که در اینجا در نمایشگاه شرکت کرده و چیزای خوب برای امروز اینجا دیدیم، خصوصا تولیدات فولاد و صنایع دستی، لباسایی که بود، بعضیش هم ظروف شیشه‌ای و این حرفا. توقع ما از کسایی که در اینجا آمده این است که از این تولیدات وطنی استفاده کنه، از این کسایی که در داخل کشور کدام چیزی تولید میکنه از اونها باید حمایت صورت بگیره، از مواد خارجی و از چیزایی که از بیرون خارج میشه از اونها استفاده نکنه، بجای از چیزایی استفاده کنه که در داخل کشور ما تولید میشه و مطابق با استانداردهای جهانی است. به نظر تامین راه اندازی همت برگزاری همت نمایشگاه چی فایده داره؟ برای فایدهش یکی امی است که مثلا از جمله خودم قبلا خبر نداشتم که در کشور ما همچین چیزایی هم وجود داره. آیا کشور ما توانایی از این داره که مثلا چیزایی مثل فولاد، مثلا ظروف شیعه، حتی خیلی چیزای دیگر مثلا تولید کنه یا نه؟ خودم از این چیزا اطلاع نداشتم و راه اندازی از این نمایشگاه باعث شد که خودم و خیلی افراد زیادی مثل من از این پروژه باخبر شود و تجارای داخلی ما باید از این حمایت کنه، چی داخل کشور چی بیرون از کشور هم صادر کنه ان شاء الله. مردم باید بیشتر از تولیدات وطن استفاده کنه. دیگه در آخر یک شعر دارم تقدیم به هر کسی که عاشق است و عاشق پیش است. میگه چند است ندارم خبرت دختر حاجی، ای من و فدای جگرت دختر حاجی، تو دختر دانشکده و صنف و کلاسی، بیچاره و دور از نظرت دختر حاجی، بابات بزرگ است بزرگ همه مردم، من نیز گدا پشت درت دختر حاجی، چشمان تو را هر کی ببیند بزند چیغ فریاد به پیش پدرت دختر حاجی، تو قرص مسکن و من آدم سردرد در نسخه لبهای ترت دختر حاجی، ای کاش با دامادی بابات برسم من، یک عمر بخوابم ببرت دختر حاجی. بسم الله الرحمن الرحیم. راهیل لوگری هستم، مسئول کتابخانه سردار جان خان. کتابخانه سردار جان خان که مربوط به مرکز آموزشی و لیسه عالی خصوصی سردار جان خان میشه که تازه در سال 1402 تأسیس شده که در بخش‌های مرکز آموزشی ما در بخش‌های زبان انگلیسی، آلمانی و بخش‌های کامپیوتر ما در بخش نتورک دیولپمنت، پروگرامینگ و وب دیزاین، گرافیک دیزاینینگ، برنامه نویسی، پایتون، جاوا و دیگر پروگرام‌ها را تدریس میشه در مرکز آموزشی ما و همچنان مکتب ما یکی از بهترین ویژگی‌هایشان داشتن کامپیوتر لب مجهز، داشتن کتابخانه معیاری، لابراتوار مجهز و همچنان برای فارغین صنف 12 ما در داخل و خارج از افغانستان بورسیه‌های تحصیلی داریم. ما در این نمایشگاه به خاطر ترویج مطالعه اشتراک نمودیم و همچنان به خاطر از این اشتراک کردیم که بتانیم کتاب‌های ما را به نمایش بانیم و برای جوانان و برای تمام مردم که در این نمایشگاه اشتراک میکنن کتاب‌ها را به معرفی بگیریم که بهترین کتاب‌ها از بهترین نویسنده‌ها یا ترجمه شدن یا در داخل افغانستان نوشته شدن ما به نمایش آوردیم و همچنان به فروش. مطالعه به یک جوان اهمیت داره چون با یک کتاب میشه که زندگی یک جوان تغییر کنه، زندگی یک فرد تغییر کنه و با مطالعه میشه که ما اگر از تحصیل مانده باشیم، اگر مکتب بسته باشه، ما میتونیم با مطالعه خود به یک جای برسانیم، یک هدف خلق کنیم، میشه که به یک هدف برسیم. با مطالعه میشه که کشور خود ترقی بدیم.